سلام سلام هموطنای عزیز، سال نو و عید ماه قربان شریف مبارک باشه به ما و شما. خواهش میکنم جهاتون اشغال کنین. به دقت شما گفتنی هستم که ما شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان مدت زیادی است در جمهوری شما زندگی داریم و تاجیکستان است برای ما وطن است و ما به خاطر بالیدگی شما یک گروهی تشکیل کردیم با زبان فارسی دری پرابلیم نام دارد، با زبان جوانای امروزه دوشنبه شهر نفسک سلوچی و ما آماده هستیم. با بسیار خواهش میکنم سلیستی ما آماده باشن. اگر مرحمت به میدان میخوانیم. سلیست کجا؟ سالیست آقای بلبلیان، آقای بلبلیان خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. چهره شناس است. این کس اندلیب دست و در مرحبا، جای شما اینجاست. سلامت باشین، سلامت باشین. سلام. آقای نشکر نه جور است. جور است. آقای زرریان سیتار جور است. برای چی را آقای نشکر میگم؟ برای که نه می نوازه باور کنه از شکر شیرین تر است. وقتی که نه می نوازه تمام پشه ها در گرد نهش چرخ میزنه. یک بی نواز بس که پشه ها جمع میشه. این کس آقای زرریان. برای چی زرریان؟ برای آنکه وقتی که تولید شده است به دنیا آمده است تولید فایدهش به کسی نرسیده است. یک سوال دیگه ممکن باشد، برای چی شما را مغز بلبلیان نام نهادن؟ نام من بلبلیان نام من تاریخی است. وقتی که مادر مرا تولد میکنه تمام امو بلبلای قشلاق فرار میکنه. به کدام خاطر؟ بلبلی نو به دنیا آمده دیگه جای ما نیست. این کس آقای باطلاقی. بسیار مخلصان سوال کردن که برای چی تخلص این باطلاقی است؟ برای آنکه این کس آقای باطلاقی همراه شرک در باطلاق تولد شده است. ما برای شما یک چند سرود میخوانیم. خواهش میکنم مرحمت. آقای نیشکر نه بینواز. ای برقی جان تو در کجایی؟ ای برقی جان تو در کجایی؟ که تا در گریانم زنم ببینم، که تا در گریانم فرزم ببینم. کجایی ای گازی جون، ای گازی جون فوس نمایی. قربان شما شم، پیشانیت به قربان بوسه های شما را میخوام. ای گازی جان فوس نمایی. فوس نکن گازی جان، فوس نکن که از تو میترسم. گوگر در گریانم ای خدا جان یکی نترکم. قربانی آواز کفکوبی برای قواز شیرین. کجایی و کجایی و کجایی؟ کجایی و کجایی و کجایی؟ آقای باطلاقی زبان شما را با بوسه کنم. وای پیشانیش بینیم. به خدا باور کنین رنگ ایرپورت دمده و مسکو است. باور کنین آزادانه استعمالات بانک در پیشانی پسند کم میکنه. قربان شما شم، قربانتان. ای آبی جان نپار نداری. نپارین به زبان تاجیکیش دولینی.
ایا آبی جان نپار نداری چرا تو اینقدر بزرگ میای چرا تو اینقدر پوریلای قربان شما میشم کجایی و کجایی و کجایی کجایی و کجایی و کجایی کجایی و کجایی و کجایی معصوم سلسله در گساره قدیم قطار معصوم سلسله در گساره قدیم قطار سن تو دکنم آباد سن تو دکنم آباد وطن شود نور آباد وطن شود نور آباد منم میشوم خارون ساز میکنم باز راغون سر شب تا به سحر میشوم ما از پای کار وطن شود نور آباد. 100 ساله شبیم وقتی که من سرود میخوانم تمام آدم ها عشق میرزن. از من یک 4 مصرع شعر میخوانم غزل به معنای غزل شما اهمیت بتین چه خیر عشق جاری میشه چشمای من. با نوارنگیرنده ها چشمای مرا نوار بگیره که عشقای چشمانی مرا تماشا بینا بدانه که من چه خیر سرود میخوانم. شما فقط اهمیت بدین غزل ها با این سرودا را شما از کجا یافتید آقای بلبلیان؟ این کتاب ما 1 کیلومتر زمین کافتم یافتم این کتابا. غزل تالی چاپ شدگی نیست. با چشمای من نگاه کنه اشکای چشمانی من را بینه. آقای بلبلیان کسی مرد؟ آلو چگل بادم آلو چگل بادم من دخترکی میبخشی من بچه اکی دادم شینه دو چای کشد من چای خورکی دادم. قربان شما بشم اشکاتون پاک کنین اشکاتون پاک کنین میبوسم شما را ما 1 4 مصرع شعر میخوانم برای شما به خاطر شما من برای شما تولید شدم اینجا با آقای بلبلیان از ناله شما کجا سوخت کهدان کدا مردک؟ وقتی که من میخوانم تمام پرنده ها میسوزن. 4 مصرع شعر برای شما. چه جانی من دل و جانی من تو را یگانه گفتم مصرع آخرش اهمیت بتین چه خیلی مصرع خوب است. تو را یگانه گفتم لمپای خانه گفتم سلامت بشین. آخران مصرع برای شما میخوانم. از ناامیدی بسا امید است پایان شب سیاه سفید است. ای ناامیدی بسا امید است پایان شب سیاه سفید است. از ناامیدی بسا امید است پایان شب سیاه سفید است. پایان شب سیاه سفید است. برای ما یک قرصک خوب بزنه. آقای بلبلیان خوش آمدید خوش آمدید. این کفکبه برای شما. سلامت باشین برای گلهای زیبا که ما را دادی ما شما میندار. سلامت باشین آقای بلبلیان خیلی من سرود شد رقص سرود شد و این چیزهای خوبی نشد و بیاید یک رقص تماشا کنیم. خیلی خوب میشد با رقص عربی. بسیار میخوام رقص عربی را بسیار میخوام. بسیار خوب رقص میکنم. در اجرای هنرمندیم جوان محبوب شناخته پسندیده که بیرون از کشور ما به حد مشهور گشته است. ملکه بانو قربانова. ملکه بانو قربانова یا کفکبی خوشتر قشنگ بزنین. انا میخه سلامت باشین. آقای بلبلیان احتیاط کنید ضرری و ضرر